شما کجایی هستین؟ افغانی. از کجا اومدی؟ از شهر. کجا میری؟ سوانده. پسندر کار میکنی؟ آره. مدارکی چیزی داری سکونتی اقامتی تو ایران؟ نه. محبت کن پیاده شو. شما کجا میین؟ من معلم هستم. کجا؟ باغ بازار. از کجا تردد میکنین؟ همیشه همین مسیر. همین مسیر؟ مدارکی و که ماموریت چیزی دارین؟ آره. شما مدارک شناسی هم همراهتون دارین؟ شما فقط تو این محدود اجازه داشتی بری بیاری، نه لب مرز. من که نمیدونستم. آموزش پرورش به من گفته بود. آموزش پرورش بی خود کرده. تو خود نمیدونی تو حکم چی نوشته؟ از کجا میدونستم؟ من 1 سال دارم میرم و میام. حالا گزارش تو رد میکنم، حساب کار بیاد دسته. گزارش چی بدی آقا؟ من سر از خود که نرفتم بیام. 1 سال تا لب مرز داری میری و میای. من کجا بدونم نمیخوای فرار کنی؟ کجا فرار کنم؟ افغانستان؟ اونجا هم برات زیاده. تو روستا چه خبره؟ چه خبره؟ مثل همیشه. برقشون قطعه، آب ندارن. دارن افغانی رد میکنن نه؟ بزرگوار، طبق فرمایش شما که میگید من حق ندارم برم بیام، تکلیف بچه‌های من چی میشه؟ درس و مشقشون این هفته امتحاناتشونه. به من ربطی نداره. اون رو خودت با آموزش پرورش حل کن. بگو جاد یه معلم دیگه بفرستن. این برگه رو بگیر بیا، یه تعهد بده بنویس. این جانب احمد واعظی. شاباش بفرمایید. بچه ها همه ساکت، میخوام یه چیزی بهتون بگم. خانم هما بفرمایید. بیا بیا. هما میخواد تو دلش یه آرزو بکنه، بعد این شمع رو فوت بکنه. من نگاه بکن. اول یه آرزو بکن. بچه هما امروز میشه 7 سالش. آرزو کردی؟ حالا فوت کن. محکم. آفرین. برو بشین. دست بزنید برا. بلدم. شهدا چی گذاشتی کیفه؟ من نگاه بکن ببینم. حالا چی بیا اینجا؟ کیفت هم بیار. مرسی فرزاد بشی. بذار اینجا کیفتو ببینیم. چی گذاشتی این تو؟ کجا گذاشتی؟ ها؟ من نگفتم اینا رو تو مدرسه نگیرین برای بازی کردن نیست؟ شهداد ما این همه بازی خوب با هم دیگه یاد گرفتیم بچه‌ها. بچه‌ها اینا خطرناکه، اینا نیش بزنن مریض میشین، خدای نکرده میمیرین. شهداد من دیگه اینا رو نبینم تو دستتا. از اینا بیاری مدرسه من دیگه تو کلاس راد نمیدم. بله؟ بله. بلند. بله. همه اینو متوجه شدین؟ بله. برو بشین. کیفتم بردار.